در ذیل آیه شریفه سوره قصص آیه 88 که اشاره کردیم کل شیء هالک الا وجهه در تفسیر صافی هست. عرضم به حضور شما روایت از امام باقر علیه السلام. در تفسیر کنز الدقایق هست. تفسیر کنز الدقایق مال مرحوم مشهدی از تفسیر علی ابن ابراهیم روایت از امام باقر علیه السلام نقل می کند که امام ابو جعفر علیه السلام فرمودن کل شیء هالک الا وجهه، فرمودن اون وجه خدا ما اهل بیتی. بله. نحن الوجه الذي یؤتی الله منه. غلو در ائمه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ای اهل کتاب، در دینتان غلو و زیاده روی نکنید و نسبت به پروردگار جز سخن حق نگویید. بینندگان گرامی، غلو و افراط علما و دانشمندان شیعه در ائمه خیش به حدی رسیده که میخواهند همه قرآن را به ائمه تفسیر نمایند، حتی ولو هیچ ربطی هم نداشته باشد، مانند این آیه کریمه که با صراحت کامل از فنا و هلاک آنچه در زمین است سخن گفته است. فنا و هلاک شدن به معنای نابود شدن در دنیا و انتقال به عالم دیگر و رجوع به خدای متعال و در عین حال از بقای حقیقت این عالم که وجه و ذات الهی است خبر می‌دهد. یعنی همه چیز غیر از الله دچار تغییر و تحول و مرگ می شود. و این آیه همانند آیه شریفه سوره الرحمن است. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. همه کسانی که روی زمین هستند فناپذیرند و ذات پروردگارت صاحب شکوه و بخشش باقی میماند. و ضمیرها در وجهه که در آیه پیشین ذکر شده به اساس قواعد زبان عربی به نزدیکترین مذکور سابق برمیگردد که همان الله است. و برخی مفسرین شیعه به این موضوع اشاره کردند. در تفسیر مجاز القرآن در ذیل آیه مذکور آمده یبدو ان المراد بالوجه هنا الذات القدسیه لله عز وجل. ظاهراً مقصود از وجه در این آیه ذات اقدس الله عزوجل است، ولی چون اساس مذهب شیعه و تفسیرهایی که از قرآن می کنند بر اساس قواعد کلی و با توجه به زبان عربی و احادیث صحیح نمی باشد، لذا هر یک از این روحانی نمایان قرآن را در حالی که حتی روحانی آن را بلد نیستند به دلخواه خود و بر اساس اهداف نهانی خود تفسیر می کنند. قضاوت با بینندگان.